الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ، و همه چیز بر اساس تقدیر و خواست الهی جریان دارد و خواسته او اجرا می گردد. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. بندگان خواستی جز آنچه الله برایشان بخواهد ندارند. هرچه الله برایشان بخواهد انجام میگیرد و آنچه نخواهد تحقق نمییابد. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هر کی را بخواهد با فضل خیش هدایت و حفاظت می نماید و عافیت می بخشد و هر کی را بخواهد با عدل خیش گمراه می سازد و به خود وامی گذارد و مبتلا می گرداند. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. و همگان تحت مشیت الهی و در دایره فضل و عدل وی به سر میبرند و الله متعال از ضد و شبیه فراتر است. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. هیچ کس توان رد نمودن قضا و قدر الهی و نقد کردن فرمان و فرادستی بر دستور وی را ندارد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما بودم مطالبی را پیرامون تقدیر و سرنوشتی که الله متعال برای انسانها و موجودات تعیین فرموده، مطالبی را خدمت شما بزرگواران بیان کردم. در ادامه اون مطلب حضرت علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید که و کل شیء یجری بتقدیره و مشیئته. در کنار تقدیر خداوند متعال و سرنوشتی را که برای بندگان تعیین فرموده، این مطلب را می‌خواهد بیان بکند که تمامی اتفاقاتی که در دنیا می‌افتد، چه اتفاقاتی خوشایند باشند برای ما و دیگر مخلوقات
و یا اینکه اتفاقاتی باشند که از دیدگاه ما برای شخص ما و یا برای دیگران مضر هستند و ناگوار هستند، چه اتفاقاتی که ما اونها را خیر می‌دانیم و یا اتفاقاتی که آنها را شر می‌دانیم، تمامی این موارد بر اساس تقدیر الله متعال هست که قبلا این را مقدر کرده و هر آن چیزی را که الله متعال مقدر فرموده برای ما انسانها و برای دنیا و برای تمامی موجودات، همه بر اساس خواست و اراده الله متعال هست. به تعبیر دیگر هر اتفاقی که در دنیا میافتد و هر حادثه‌ای که برای انسانی رخ میدهد بر اساس خواست و اراده الله متعال هست. هر کاری را که ما انجام میدهیم، هر اتفاقی که برای ما میافتد، چه اون اتفاق و کار پسندیده‌ای باشد و یا کار نکوهیده و زشتی باشد، همه همراه با خواست خداوند متعال هست. اراده الله متعال این بوده که من و شما این کار را انجام بدهیم. به این خاطر است که علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید و کل شیء یجری بتقدیره، تمامی امور و تمام اشیاء با تقدیر الله متعال و با مشیت و خواست الله متعال در حال حرکت و اجرا هستند. البته این نقطه را باید در نظر داشته باشیم که هر چیزی را که الله متعال میخواهد قطعا اتفاق میافتد و اگر چیزی را و حادثه‌ای را الله متعال نخواهد اتفاق نمیافتد. اما باید همیشه بدانیم و در ذهن ما این مطلب همیشه باید وجود داشته باشد که تمامی اتفاقاتی که بر مبنای خواست و اراده الله متعال هستند لازمش این نیست که حتما باید محبوب الله متعال باشند، زیرا بسیاری از کارهایی که من و شما و انسانهای دیگر انجام میدهیم کارهایی هستند خلاف دستور الله متعال، گناهایی هستند که گاهی ناخواسته و گاهی خواسته از انسان سر میزند و این گناهها و کارهای ناشایست مورد رضایت الله متعال نیست. اما همین کارها بر اساس تقدیر خدا انجام میگیرد، بر اساس خواست و اراده الله متعال انجام میگیرد. یعنی این که در میان خواست و اراده الله متعال و محبوب بودن و رضایت الله متعال که رضایت داشته باشد بر اون عمل هیچ گونه تلازمی وجود ندارد و خواست و اراده الله متعال رو لازمش رضایت و محبوب بودن اون عمل نزد الله متعال نیست. بسیاری از انسانها نادانسته آمدند و به گمان خودشان یک چیزی را از خداوند متعال نفی کردند که نسبت ناروایی می‌دانند این را که کارهای زشت و گناههایی که انجام می‌دهند بر اساس خواست و اراده الله متعال نباید باشد. نظرشون و اعتقادشون این است که کارهای خیر انسان بر مبنا و اساس و اراده الله متعال هست، اما کارهای زشت بر خلاف اراده الله متعال هست. نادانسته الله متعال را متهم کردند به این که در مملکت الله متعال و در قدرت الله متعال و در دنیایی که تحت سیطره الله متعال هست کارهای اتفاق می افتد که بدون خواست و اراده الله متعال هستند و این خود نادانسته یک توهینی هست به الله متعال. اهل سنت و الجماعت معتقد به این هستند که تمامی کارهایی که در دنیا صورت میگیرد و تمام اعمالی که انسانها و موجودات دیگر انجام میدهند بر اساس خواست و اراده الله متعال هست. منتها لازمش این نیست که تمامی این اعمال محبوب الله متعال باشند و خود این باور به تقدیر و سرنوشت و باور به اراده و خواست الله متعال یک نیروی بسیار قوی هست
و یک قدرت بسیار والایی هست که انسان را در حوادث ناگوار و در مصیبت‌ها و هنگام درد و رنج انسان را آرامش می‌دهد و انسان مسلمان را صبور و شکیبا بار می‌آورد، زیرا که انسان مسلمان و مؤمن، اون کسی که به تقدیر الله متعال و به خواست و اراده الله متعال ایمان دارد، قطعا این مطلب را می‌داند و باور داشته که در دنیا و برای من و هیچ کسی دیگر اتفاقی که بدون از رضایت الله متعال باشد و بدون خواست و اراده الله متعال باشد و بدون تقدیر الهی باشد اتفاق نمی افتد. پس بنابراین مؤمن می داند که اگر تمام انسانها جمع می شدند تا اینکه این اتفاق ناگوار را از من دور بکنند، نمی توانستند آن را از من دور نگه دارند، زیرا که الله متعال این را برای من مقدر کرده و خواسته است. و همچنین اون خیری را و منفعتی را که از یک انسان مؤمن دور شده و به آن دسترسی پیدا نکرده، مؤمن این را می‌داند که اگر خداوند متعال وقتی که می‌خواسته که این خیر و این منفعت به من نرسد، ولو این که تمام انسان‌ها هم جمع بشوند، اون منفعت به من نخواهد رسید. به این خاطر است که علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید کل شیء یجری بتقدیره، تمام امور دنیا و تمامی اتفاقات و رخدادها بر اساس تقدیر و خواست و اراده الله متعال اتفاق می افتد. و در ادامه می فرماید و مشیئته تنفذ لا مشیئت للعباد الا ما شاء لهم. و مشیئت و خواست الله متعال و اراده الله متعال نافذ هست، اجرا می شود. هر چیزی را که الله متعال اراده بکند و بخواهد قطعا انجام میگیرد، ولو این که انسانها، موجودات، تمامی مخلوقات نخواهند که آن کار انجام بگیرد، اما زمانی که الله متعال این کار را اراده کرده و خواسته است قطعا انجام میگیرد. و اگر الله متعال کاری رو نخواهد و اراده الهی این نباشد که این کار انجام بشود، اگر تمام موجودات دست به یکی هم بکنند، با هم متفق و متحد بشوند که این کار را عملی بکنند، قطعا اون کار صورت نمیگیرد. و مشیئته تنفذ، تنها مشیت و خواست الهی است که نافذ می شود و اجرا می شود. لا مشیت للعباد الا ما شاء لهم، بندگان مشیتی و خواست و اراده‌ای را ندارند مگر اون چیزی را که الله متعال خواسته باشد. فما شاء لهم کان و ما لم یشأ لم یکن، هرچه را که الله متعال برای انسان بخواهد آن کار انجام می شود و اون موردی را که الله متعال نخواهد قطعا اون انجام نمی گیرد. ما می دانیم که الله متعال یک اراده‌ای دارند متناسب با ذات الله متعال هست، که همون گونه که ذات الله متعال بلا کیف هست و هیچ مانند و همگونی ندارد، صفات الله متعال هم این گونه هستند. و یک خواست و اراده را انسان دارد که مانند خود انسان هست و متناسب با وجود انسان هست. خواست و اراده الهی متناسب با ذات پروردگار هست و خواست و اراده انسان متناسب با وجود بشری انسان هست. به این خاطر هست که این خواستی را که انسان دارد در دایره و محدوده خاص و اراده الله متعال هست. به این معنی که اگر الله متعال بخواهد این اراده ما انسانها عملی می شود و اگر الله متعال نخواهد و اراده نکند اراده ما انسانها هم عملی نخواهد شد و کاری را که ما می خواهیم انجام نمی گیرد. الله متعال در قرآن کریم می فرماید و ما تشاءون الا ان یشاء الله ان الله کان علیما حکیما، شما نمی خواهید مگر آن که الله متعال بخواهد. یعنی این که خاص و اراده شما انسانها در گرو خاص و اراده الله متعال هست و در این محدوده شما می توانید اراده بکنید، می توانید یک چیز را بخواهید یا یک چیزی را نخواهید.
بیگمان خداوند متعال علیم و حکیم هست. برخی از فرقه های انحرافی مانند قدریه و معتزله در این زمینه، قدریه و جبریه با اهل سنت و الجماعت اختلاف دارند. قدری ها اونهایی که منکر تقدیر هستند معتقد به این هستند که الله متعال در مورد اعمال بندگان هیچ گونه اراده و خواستی رو ندارد. فقط اراده و خواست خود بنده هست که یک کاری را انجام میدهد و اراده الله متعال در مورد اعمال بندگان کارگر نیست. هر کاری را که انسان بخواهد انجام میدهد و اگر نخواهد انجام نمیدهد. و در واقع انسان را مختار میدونند که مختار مطلق هست و مشیت مطلقی را دارد. ولو این که یک کاری را الله متعال نخواهد انسان میتواند اون کار را انجام بدهد. قطعا این عقیده سلیم و درستی نیست و مستند به قرآن و آیات کتاب الله و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. و در کنار این قدریه جبریه هستند معتقد به این هستند که انسان هیچ مشیتی را ندارد. هر چیزی را که الله متعال بخواهد قطعا و جبرا انسان باید اون گونه عمل بکند و انسان را فاقد هر گونه اختیار و مشیتی را میدونند، در صورتی که این مسئله هم مستند به قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم نیست. عقیده اهل سنت و الجماعت این است که هر دو تا مشیت و خواست را تثبیت می کنند و ثابت می دانند، هم خواست و اراده الله متعال و هم خواست و اراده انسان. یک خواست و اراده ای را الله متعال دارد و یک خواست و اراده ای را خود انسان دارد. منتها بنابر این آیه که الله متعال می فرماید و ما تشاءون الا ان یشاء الله، مشیت انسان و خواست و اراده انسان فقط در محدوده کارگر هست که خواست و اراده الله متعال باشد. به تعبیر قرآن و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین، شما نمی توانید یک چیزی را بخواهید و اراده کنید مگر آنکه الله متعال اون کار را بخواهد و تقدیر الهی بر این رفته باشد که اون کار انجام بگیرد. با مشاهده یک میان برنامه کوتاه باز هم در خدمت شما انشاءالله باز میگردم و مطالبی دیگر را در این زمینه بیان خواهم کرد. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ، و همه چیز بر اساس تقدیر و خواست الهی جریان دارد و خواسته او اجرا می گردد. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. بندگان خواستی جز آنچه الله برایشان بخواهد ندارند. هرچه الله برایشان بخواهد انجام میگیرد و آنچه نخواهد تحقق نمییابد. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هر کی را بخواهد با فضل خیش هدایت و حفاظت می نماید و عافیت می بخشد و هر کی را بخواهد با عدل خیش گمراه می سازد و به خود وامی گذارد و مبتلا می گرداند. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد. و همگان تحت مشیت الهی و در دایره فضل و عدل وی به سر میبرند و الله متعال از ضد و شبیه فراتر است. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. هیچ کس توان رد نمودن قضا و قدر الهی و نقد کردن فرمان و فرادستی بر دستور وی را ندارد. به این مطلب رسیدیم که
علامه طحاوی رحمت الله علیه فرمودند که انسانها هیچ مشیت و خواست و اراده ای را ندارند مگر آن چیزی را که الله متعال برای انسان بخواهد و اراده بکند. و فرمودند که و مشیئته تنفذ لا مشیئة للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم کان و ما لم یشأ لم یکن. هر چیزی که اراده و خواست الهی بر آن رفته باشد که آن کار انجام بگیرد قطعا انجام میگیرد، ولو این که انسانها و موجودات نخواهند. و هر کاری را که تقدیر الله متعال و خواست و اراده الله متعال این باشد که انجام بگیرد قطعا انجام میگیرد، ولو این که خلاف اراده و خواست انسانها باشد. الله متعال در خواست و اراده خیش مختار هست و هیچ کسی نمیتواند که خواست و اراده الله متعال را تغییر بدهد و هیچ عملی هم خارج از خواست و اراده الله متعال نیست. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه می‌فرماید که یهدی من یشاء و یعصم و یعافی فضلا. الله متعال از آنجایی که تمامی اعمال دنیا، اعمالی که در دنیا انجام میگیرد بر اساس خواست و اراده الله متعال هست، می‌فرماید یهدی من یشاء، الله متعال هر کسی را که می‌خواهد هدایت می‌کند، و یعصم و یعافی، و هر کسی را که می‌خواهد محفوظ نگه می‌دارد، حفاظت می‌کند از گناه، و یعافی انسان را عافیت می‌بخشد از مصیبت‌ها و بلاها و بیماری‌ها. و تمام این کارها بر اساس فضل الله متعال هست. اگر الله متعال انسانی را هدایت می‌کند و یا این که انسانی را توفیق اجتناب از گناه می‌دهد و یا این که انسانی را در جان و مالش عافیت می‌دهد و از بلا و مصیبت دور نگه می‌دارد، اینها همه نشانه فضل و لطف الله متعال هست. و یضل من یشاء و یخذل و یبتلی عدلا، و هر کسی را هم که الله متعال بخواهد گمراه می کند و یا انسانهایی را بیار و مددگار و به خودشان وامی گذارد و برخی دیگر را مبتلا می کند به مصیبتها و بیماریها. و تمام این کارها بر اساس عدل خداوند متعال هست. یعنی این که اگر الله متعال میخواهد که انسانی هدایت بشود، که انسانی دچار عافیت بشود، به انسان عافیت ببخشد و از گناه انسان را دور نگه بدارد، اینها تمام نشان فضل و لطف الله متعال هست و هیچ کسی خداوند متعال را مجبور نمی کند که در مورد انسانی چنین اراده ای را داشته باشد. و اگر هم در مقابل یک انسانی را الله متعال مبتلا بکند، اون انسان را توفیق هدایت نصیبش نکند و به بیماری ها و مصیبت ها گرفتارش بکند، این بر اساس عدل الله متعال هست. الله متعال بهتر می داند که این لطف الهی و رحمت الهی زیبا و سزاوار چه کسانی هست که این لطفش را و رحمتش را و فضلش را به اون انسانها بدهد. یعنی این که انسانهایی که صلاحیت فضل الهی را داشته باشند، خواستار فضل الهی باشند، خواستار لطف و رحمت الهی باشند، الله متعال بر اونها لطف می کند و رحمت و فضل خودش را شامل حال آنها می گرداند. اما اگر انسانی که با اختیار خود راه گناه را انتخاب می کند و هیچگاه از الله متعال هدایت نخواسته و عافیت را نطلبیده، الله متعال هم بر اساس عدالتش با اون انسان رفتار می کند و اون را از لطف و رحمت خودش محروم می دارد.
این هدایت واقعا یک نعمت الهی و نشان فضل پروردگار هست. هیچ انسانی در این زمینه دخل و تصرفی را ندارد. حتی برترین انسانها رسول الله صلی الله علیه و سلم زمانی که میخواست و آرزوی قلبیش این بود که عمویش ابو طالب مسلمان بشود، مسلمان نشد. الله متعال فرمودند که انک لا تهدی من احببت، تو هر کسی را که خود دوست داشته باشی و بپسندی هدایت نمی کنی، ولکن الله یهدی من یشاء، این الله متعال هست که هر کسی را که بخواهد هدایت می کند بر اساس فضل خودش و نعمت خودش، و هر کسی را هم که نخواهد بر اساس عدل و عدالت خودش الله متعال اون را از نعمت هدایت محروم می دارد و اون را گمراه می کند. و کلهم یتقلبون فی مشیئته بین فضله و عدله، تمامی انسانها را وقتی که ما بررسی می کنیم از دو خالی نیستند. یه این که شامل و مشمول فضل الله متعال شدند، فضل الهی اونها رو در بر گرفته و مشمول فضل و لطف الله متعال قرار گرفتند، یا این که مشمول عدل خداوند متعال هستند. هیچ کسی نمیتواند که بر الله متعال اعتراض بکند که چرا فضل خودت را شامل حال فلان انسان کردی و فلان انسان را از فضل خودت محروم گردانیدی، بلکه الله متعال نگاه میکند و مینگرد که فضل الهی و رحمت و لطف الهی سزاوار چه انسانهایی هست، چه انسانهایی هستند که طالب رضای الله هستند، طالب لطف و فضل الله متعال هستند. الله متعال این گونه انسانها را از لطف و فضل خیش محروم نمیگرداند. اما اون انسانی که خود را مستغنی میداند و بی نیاز میداند از الله متعال و هیچگاه در زندگی آرزوی فضل الهی را نکرده و هیچگاه دعای عافیت و بخشش نکرده در پیشگاه الله متعال، الله متعال بر اساس عدل خودش با اون انسان رفتار می کند و اون را از این نعمت هدایت و نعمت عافیت محروم نگه می دارد. الله متعال در آیات متعددی از قرآن مجید اعلام کرده که والله لا یهدی القوم الظالمین، الله متعال قوم ستمکار را و انسانهای ظالم را هدایت نمی کند. والله لا یهدی القوم الکافرین، الله متعال قوم و گروه کافران را هدایت نمی کند، زیرا که اساساً اونها لیاقت این هدایت را ندارند و شایسته این فضل الله متعال نیستند، زیرا که خودشان را مستغنی می دانند و از خدا بی نیاز می دانند. پس بنابراین تمامی انسانهای نیکوکار و انسانهایی که در حال عافیت هستند، انسانهایی که مورد لطف و رحمت الله متعال قرار گرفتند و هدایت شدند، و همچنین انسانهایی که بدکار و گناهکار هستند و از رحمت الله متعال دور هستند، تمامی انسانها خارج از این قاعده نیستند که تمام انسانها یا مشمول فضل الله متعال هستند یا مشمول عدل الله متعال. امام طحاوی رحمت الله علیه در ادامه می فرماید که و هو متعال عن الاضداد والانداد، الله متعال از هر گونه ضدی و از هر گونه شبیه و مانندی پاک هست. الله متعال در ذات خودش، در صفات خودش و در اسماء و صفات خودش و در اعمال و افعالی را که انجام میدهد هیچ گونه ضدی و مشابهی و مانندی را الله متعال ندارد. لا راد لقضائه، هیچ کسی نیست و این توان را ندارد که قضای الهی را و تقدیر الهی را و اون امری را که الله متعال حکم کرده که انجام بشود کسی نیست که اون کار را جلوگیری بکند. ولا معقب لحکمه، و حکمی را که از جانب الله متعال صادر شده و فرمانی را که الله متعال داده کسی نیست که فرمان الهی را نقد بکند و آن را رد بکند و برخلاف
فرمان و حکم الهی، حکم دیگری را دستور بدهد و اجرا بکند. ولا غالب لامره، و هیچ انسانی و موجودی نیست که بر دستور و امر الهی غالب باشد. اون دستورات و اوامری را که الله متعال به عنوان اوامر کونی و دستورات کونی داده که باید چنین و چنان در دنیا اتفاق بیفتد، هیچ کسی نیست که و نمیتواند که این اوامر الهی را خلاف بکند و برخلاف این دستورات انجام بدهد. اگر الله متعال بخواهد که کسی را عذاب بکند یا کسی را مورد لطف و رحمت خودش قرار بدهد، اگر الله متعال بخواهد که در دنیا یک اتفاقی بیفتد و دستوری را الله متعال صادر بکند، هیچ کسی نمیتواند که دستور الله متعال را تغییر بدهد. آمنا بذلك كله و ایقنا ان كلا من عنده. در آخر علامه طحاوی رحمت الله علیه می فرماید که ما ایمان داریم که تمامی این امور و این موارد از جانب الله متعال هست. این تقدیر خیر و شر و این خواست و اراده الله متعال و این که بسیاری از انسانها مورد فضل الهی قرار می گیرند و بسیاری دیگر را الله متعال با عدلشون با اونها برخورد و رفتار می کند، تمامی اینها را ما باور داریم و به تمام این موارد ایمان آورده ایم. آمنا بذلك كله و ایقنا ان كلا من عنده. و بر این باور هستیم که تمامی این موارد از جانب الله متعال هست. اگر به ما مصیبتی میرسد از جانب الله متعال و اگر به ما نعمتی میرسد از جانب الله متعال، اگر مصیبتی میرسد، گرفتاری میرسد و یا این که آرامش و آسایشی به ما میرسد، تمامی این موارد از جانب الله متعال هست. و اگر ما مورد لطف الهی قرار گرفتیم، الله متعال ما را هدایت نمود، و اگر از جانب الله متعال مورد رحمت قرار گرفتیم، هدایت شدیم، نیکوکار شدیم، در عافیت قرار گرفتیم، از مصیبت ها دور ماندیم، این نشانه فضل الله متعال هست. نباید ما بر این غره بشویم و افتخار بکنیم که این نعمت ها شامل حال ما شده، بلکه باید الله متعال را شاکر باشیم و سپاسگزاری بکنیم که ما را لایق دیده و مورد لطف و رحمت و فضل خودش قرار داده. و اگر هم انسانی را الله متعال تنها گذاشته، انسان به گناه روی آورده یا از جانب الله متعال به اون مصیبتی و گرفتاری رسیده، مطمئن باشد که این مصیبت و گرفتاری بر اثر بی‌توجهی خود انسان هست، بر اثر عدم رجوع به بارگاه الهی هست و به خاطر کمکاری ما هست که به درگاه الله متعال دعا نکردیم و از الله متعال فضل و رحمت الله را طلب نکردیم. پس بنابراین تمامی مسلمانان باید معتقد به تقدیر و سرنوشت الهی باشند و تمام اعمالی که در دنیا انجام میگیرد بر اساس قضا و قدر الله متعال و بر طبق خاص و اراده الله متعال هست. در دنیا هیچ کاری، نه کار خیری و نه کار شری، بدون از اراده الله متعال و خواست الهی انجام نمیگیرد. و اون انسانهایی که مورد لطف و رحمت الله متعال قرار گرفته‌اند به خاطر فضل الله متعال هست، و اون انسانهایی هم که محروم مانده اند به خاطر عدل الله متعال هست و الله متعال شایسته دیده و مناسب دیده که این فضل خودش را بر برخی از انسانها نازل بکند و برخی از انسانها را مشمول فضل خودش قرار بدهد و برخی دیگر را مشمول عدالت و دادگستری خودش قرار بدهد. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان خواهم بود و متنی دیگر را خدمت شما شرح خواهم داد، تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.